اولین الیمنت های رادیکالیزم از طفلی در خانه پیدا می شود. این برادر عزیز مومیار مدیر منطقه خیلی خوب از خانواده شروع می شود و از خانواده از معامله پدر و مادر با فرزند یا معامله پدر و مادر بین خودشون یا بین خویشاونداشون، معامله با همسایه، معامله با مهمان، از همونجا الیمنت های یا تربیتی خوب یا تربیتی بد فرق شد. اولین الیمنت ها بنابراین محیط خانوادگی اولین محیط انسانی کامل شدن یا انسانی بدبخت شدن هست. این دویم یکم خانواده هست، دویم محیط هست تا مکتب رفتن که بچه در اطراف بچه، اطراف همون طفل، اطراف نیم بعد عوض کننده ماها و سازنده های جمعیتی آرام یا ناآرام در همون محیط تربیت می‌یابند. اینجا وظیفه طرفین، هم وظیفه مخصوصا ناظرای منطقوی از مقامات نگهداری ترتیبات جمعیتی نهایت ضرورت است. یعنی دانستن همون منطقه‌ای که فعالیت میکند خانواده ها، همکاری با مقامات اجرایی حکومت محلی و سوم مکتب. البته در نظام کار شما، ریاست شما هم کارمندایی هست که باید به نظارت فعالیت نابالغ‌ها هست. این چیز هم چیزی مهم است، همکاری مشترک به فضای صحت، به فضای آرام، به فضایی که ما امروز زندگی میکنیم و مثل پیشرفت جمهوری تدریجاً صادر شدن جنایت ها هم از روی آمار به تدریج نسبت به 10 سال، نسبت به 5 سال پیشتر بهتر است. با پست بودن دانش و اندیشه های دینی بر پایه‌های سرچشمه های مثلا ما مسلمان هستیم، سرچشمه های اساسی اسلام منویدن از نگاه حقوقی باعث میشه که ما فریب میخوریم. نه تنها ما فریب میخوریم، مثلا حادثه های چند سال آخر نشان داد که نه تنها جوان های ما، حتی آدم های بالغ مصاحب منصبی ما فریب خوردن، داده شدن، یا از نگاه مالی بود، یا از نگاه پستی معرفت و دانشون بود، یا از نگاه خصومت و انتقام بود. همین عامل ها سبب شدن که میروند.